و بیلیت ها یعنی که چیپته ها بعد که ما رویخط ها رو ترتیب میدهیم یک روز پیش از پرواز ما معین میکنیم از کدام فرودگاه رفته چیپته ها رو خریداری کنیم. این هم یعنی که ما معین میکنیم روز پرواز، ما معین میکنیم جای خریدی مثلا بیلیت ها تنها از روی خط در این یا آن فرودگاه وقتی که معلومه میکنه از همونجا اجازت و ما اینا اعلان میکنیم. برای همین یگان کسا یگان شخصی یا اشخاص خصوصی حقوقی فروختن چیپته ها را ندارد. خوشخبر، از 25 ایون پروازها از روسیه به تاجیکستان آغاز می‌یابند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سر از 25 ایون پروازهای چارتری سمت روسیه تاجیکستان از سر گرفته می‌شود. وزارت امور تاجیکستان از افتتاح شدن پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان خبر داد. بر خبر کاتبات وزارت از سر گرفتن پروازها با دستور کشوردار تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفت. شروع از 25 ایون سال 2020 برای مرحله به مرحله برگردانیدن شهروندان تاجیکستان از جانب شرکت‌های وطنی تاجیک ایر و سامان ایر به سمت شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قازان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ روسیه و از این شهرها به تاجیکستان پروازهای چارتری انجام داده میشوند. تاکید میشود در خبر ذکر میگردد هنگام برگردانیدن شهروندان تاجیکستان توسط پروازهای چارتری به طبقه‌های آسیب‌پذیری شهروندان پیش از همه بیماران، زنان با کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان و نفرانی همراه اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمت در روسیه درماندند اولویت داده می شود. در همین حال در سفارت تاجیکستان در روسیه و کنسولگری های گنرالی تاجیکستان در شهرهای سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، نووسیبیرسک و اوفا کمیسیاهای مخصوص تأسیس داده شده. وظیفه آنها ترتیب دادن رویخط شهروندان می باشد که باید به وطن برگردانیده شوند. پس از آماده گردیدن این رویخطها شهروندان برای خریداری چیپته خبردار کرده می شوند. وود از شهروندان تاجیکستان دعوت نموده است تا مراجعت های خود را به سراغ الکترونی چارت روسیه سبچک mfa.tg با درج معلومات تماس و حجت های ضروری ارسال نمایند. معلومات اوید بر روزهای پرواز با نظرداشت موافقه با جانب فدراسیای روسیه و گرفتن اجازت مقامات اویاسیونی این دولت ایلاوتاً پیشنهاد کرده می شود.